سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به قیاسی دیجیتال اکادمی. تا حال شده در یک دیتابیس بزرگ اکسل بخواهید شاگردان کامیاب و ناکام را پیدا کنید، اما نخواهید هر بار تمام جدول را دستی جستجو کنید. در این آموزش یک سیستم حرفه‌ای در اکسل ساخته ایم که فقط با وارد کردن نمبر شاگردان کامیاب و ناکام پیدا از هم جدا شده و به رنگ‌های مشخص نمایش داده می شود. در این آموزش اکسل را از یک جدول به یک سیستم هوشمند تبدیل می کنیم. اگر این آموزش برای شما مفید بود، حتما ویدیو را لایک، کانال را سابسکرایب کنید و این آموزش را با دوستانی که اکسل کار میکنند شریک بسازید. برای دریافت فایل کلمه شاگرد را در کامنت بنویسید. پس تا پایان آموزش با من همراه باشید. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به آموزش دیگر از قیاسی دیجیتال اکادمی. در این درس می‌خواهیم یک قابلیت بسیار کاربردی در اکسل ایجاد کنیم. فرض کنید ما یک دیتابیس شاگردان داریم که شامل نمبر اساس است و اسم شاگرد است، ولد شاگرد است و نمره امتحان شاگرد است. می‌خواهیم ما تعداد کامیاب‌ها و ناکام‌ها را دریافت بکنیم. اگر ما و شما بیاییم در این قسمت بزرگتر از 40 برابر تعداد شاگردان را نمایش بده، در این قسمت تعداد شاگردایی را نمایش میده که کامیاب هستند. و اگر ما در این قسمت بیاییم جستجو بکنیم بگیم شاگردایی را برای ما نشان بده که ناکام هستند، عدد 41. در این قسمت برای ما او شاگردایی را نشان میده که ناکام هستند و تعداد شاگردای کامیاب در این قسمت نمایش میده و تعداد شاگردای ناکام در این ساحه برای ما نشان میده که 9 دانه شاگرد کامیاب داریم و 6 دانه شاگرد ناکام. اگر ما اینا را صفر میسازیم برای ما تمام لسته نشان میده و اگر ما و شما در این قسمت این خانه را صفر بسازیم هیچ شخصی را نشان نمیده. و اگر ما در این قسمت باز عدد 100 وارد بکنیم میتونیم که تمام اشخاصی که در این لسته است ببینیم. در این قسمت میپردازیم به آموزش ساخت سیستم جستجوی شاگردان بر اساس نمره. در یک ستون اولا نمره اساس شاگردان را درج میکنیم و در ستون بعدی اسم شاگردان را لیست میکنیم و در ستون بعدی ولد شاگردان را درج میکنیم و در ستون بعدی نمبر امتحان پارچه شاگرد را درج میکنیم. حالا اگر ما و شما خواسته باشیم اشخاص در این قسمت لیست بکنیم، اشخاص کامیاب و ناکام. اما قبل از اینکه ما و شما به این موضوعات بپردازیم می به قسمت دیزاین عنوان ها و این قسمت عنوان عمومی. اولا این قسمت انتخاب میکنیم از بخش کاندیشن فارمتینگ، گزینه نیو رولز انتخاب میکنیم، فارمت اونلی سلز انتخاب میکنیم و بعدا میم از این قسمت بلانکس انتخاب میکنیم. در بخش فارمت از بخش فایل افکت دو رنگ خود ما ترکیبی انتخاب میکنیم، رنگ سیاه و رنگ سبز انتخاب میکنیم. بعد در این قسمت میگیم سمت بالا سبز و سمت پایین سیاه باشه، اوکی میگیم و باز هم بالای اوکی کلیک میکنیم، باز هم بالای اوکی کلیک میکنیم. این قسمت برای ما او طراحی را به خود اختیار. به خاطر از اینکه این قسمت متن نوشته شده برای ما این حالت به خود اختیار نکرد، بنان این ساحه را انتخاب میکنیم، وارد کاندیشنال فارمتینگ میشیم و از بخش کلیر رولز گزینه کلیر رولز فرام سلکت سلز انتخاب میکنیم تا این قسمت اون کاندیشنالش از بین بره. دوباره وارد کاندیشنال میشیم و گزینه نیو رولز انتخاب میکنیم. در این قسمت گزینه فارمت سلز اونلی رو انتخاب میکنیم و از این چوکات گزینه نو بلانکس انتخاب میکنیم. یعنی که زمانی که این خانه متن نوشته شد برای ما به این حالت نمایش داده شود. در این قسمت میم بالای گزینه فارمت و فیل انتخاب میکنیم و گزینه فیل افکت از این قسمت رنگ سیاه و رنگ سبز دو رنگ ما و شما ترکیبی انتخاب میکنیم و سمت بالا را میخوایم که سبز باشه و سمت پایین رنگ سیاه باشه. این طرح انتخاب کردیم، اوکی میگیم، اوکی میگیم و دوباره فارمت میم. فونت ما و شما باید انتخاب بکنیم بولد و رنگ سفید داشته باشه، اوکی میگیم که به این شکل نمایش داده شده. اوکی. حالا در این قسمت این ساحه امو طرح به خود گرفت و روی که مربوط به عنوان ها هسته، یعنی این روی بالای عنوان ها را انتخاب میکنیم، وارد کاندیشنال فارمتینگ میشیم، دوباره نیو رولز انتخاب میکنیم،
در این قسمت فرمت سلز آنلی و گزینه بلانکس انتخاب میکنیم. بر این ساحه فرمتش همچنان انتخاب میکنیم از بخش فل افکت، رنگ سیاه و رنگ سبز ترکیبی شود و همچنان سمت پایین سبز و سمت بالا به رنگ سیاه نمایش داده شود. اوکی میگیم و باز هم بالای اوکی کلیک میکنیم و اوکی میگیم. در این قسمت این طرح بر خود اختیار کرد. حال در این قسمت میم بالای از این که چطور میتونیم در این قسمت لیستی را ایجاد بکنیم. زمانی که ما و شما اینجا عدد نوشته میکنیم 70 به شکل اتوماتیک در این قسمت لیست. به خاطر این کار نیاز است که ما و شما از فرمول فیلتر استفاده کنیم. مساوی را درج میکنیم، فیلتر نوشته میکنیم، قوس باز و ستون اسم انتخاب میکنیم که تمام اسم نشان بده بر ما. کامر درج میکنیم و ملاحظه بکنه بخش نمره را که او نمره را که ما مشخص میسازیم از این ستون لیست بکنه. کامر را درج میکنیم و ساحه را که میخوایم ما و شما در اونجا عدد تحریر میکنیم او ساحه را انتخاب میکنیم. مثلا که فور در این قسمت آدرس هست، قوس بسته و انتر میکنیم. حالا در اینجا برای ما تمام اشخاص یا تمام شاگردان را لیستش نمایش میده. اما ما در این قسمت اگر وارد بسازیم عدد 90 حالا هیچ کدام کاری را انجام نمیده. به دلیل از اینکه ما شما در فرمول باید نوشته کنیم در این قسمت بزرگتر از این خانه را برای ما مشخص بساز. انتر کنیم برای ما حالا کسی را نشان نمیده. در این قسمت چون عدد بزرگتر از 90 شاگردان ما در اینجا کسی دریافت نکرده برای ما نشان نمیده. و اگر ما بخوایم در اینجا بزرگتر از 80 دریافت کنیم 2 نفر برای ما نمایش میده. و اگر بیم در این قسمت بزرگتر از 50 را بخوایم دریافت کنیم بنا تعداد بیشتری لیست میکنه. و ما و شما در این قسمت ناکام ها را میخوایم که دریافت بکنیم. مساوی باز هم از گزینه فیلتر استفاده میکنیم، قوس باز و اولا ستون اسم انتخاب میکنیم، بعدا کامر درج میکنیم، ستون نمبر حاصله را انتخاب میکنیم و کوچکتر از عدد یا کوچکتر از خانه مشخص شده را انتخاب میکنیم، برش قوس بسته انتر میگیم. حالا در اینجا برای ما چیزی را نشان نمیده. اگر بخوایم اشخاصی را که زیر 20 نمره گرفته اون اشخاص را ببینیم 20 عدد وارد میکنیم. در این قسمت یک نفر برای ما نشان میده که محمد صفا است. اگر این شخص بیاید 55 نمره بگیره در لیست کامیابا اتوماتیک شامل میشه محمد صفا. و اگر شخصی که کامیاب است این شخص میاد محمد اجران 30 میگیره به شکل اتوماتیک در لیست ناکاما میره. در این قسمت در لیست ناکاما میره، اما ناکام ها در اینجا زیر 20 است چون ایسی گرفته در این لیست نمایش نمیده. ما میخوایم که از عدد 41 کوچکتر برای ما در لیست ناکام ها نشان بده که لیست ناکام ها را هم در اینجا برای ما نمایش میده و محمد اجران هم میبینیم که در لیست ناکام ها شامل هستن. و اگر بخوایم که اشخاصی که زیر 35 نمره گرفتین اونا را برای ما نشان بده در اینجا برای ما 3 شخص لیست میکنه. قابلیت دیگه که در این دیتابیس وجود داره میتونیم تعداد گروپ ها را نیز مشخص بسازیم. فرض میکنیم از 90 بزرگتر که 95 باشه و 98 باشه، اینا را میگیم که برای ما در گروپ الف نمایش بده. و کسایی که از 85 بالاتر گرفته یا 80 گرفته اونا را در گروپ بی نمایش بده و از او پایین تر به می شکل در گروپ سی و دی بر ما نمایش بده. به خاطر مشخص ساختن میتونیم که ما و شما در این قسمت راحت با امی فرمول بدون کدام تغییرات از این گزینه و قابلیت نیز استفاده کنیم. اگر ما و شما اینجا 90 درج کنیم میخوایم که اشخاصی را که در اینجا نمایش میده کسایی است که از 90% بزرگتر گرفته و اونا در گروپ الف شامل هستند. در این قسمت 3 نفر بر ما مشخص میسازه و به می ترتیب میتونیم که گروپ بندی را نیز مشخص بسازیم. در این قسمت میخوایم به قابلیت بعدی بپردازیم، تعداد کامیاب ها و تعداد ناکام ها را مشخص هست. به خاطر مشخص ساختن تعداد کامیاب ها و ناکام ها میایم در این قسمت کرسر ما را قرار میدیم مساوی COUNT count A
قوس باز. بعد از اینجا انتخاب میکنیم تا به هر قسمتی که خواسته باشیم میتونیم که انتخاب بکنیم قوس بسته انتر و بعدا میتونیم که در این ساحه نوشته کنیم مساوی count a قوس باز و ساحه بعدی را انتخاب میکنیم قوس بسته انتر و در این قسمت برای ما نمایش میده که تعداد کامیابا 6 نفر است و تعداد ناکام ها 5 نفر. میتونیم که تمام معلومات انتخاب بکنیم و در مرکز قرار بدیم برای ما به این شکل نمایش داده شده. زمانی که ما این ارقام پاک میکنیم و ارقام دیگه اینجا قرار بگیره این هم تعدادش تغییر میکنه. چون تمام لیست ما 15 نفر است در اینجا تمام لیست نمایش میده برای ما 15 نفر تمام لیست نمایش داده. و اگر ما و شما بیایم در این قسمت 80 درج میکنیم چون تعداد لیست ما کمتر شد برای ما اینجا تعداد نمایش کمتر میده. میم به قابلیت بعدی که برای ما زمانی که اشخاص لیستشون اینجا نمایش داده میشه برنگ سبز نمایش داده شده و در این قسمت که لیست میشه اشخاص برنگ سرخ نمایش داده شده. اولا در این قسمت لیست کامیابا را انتخاب میکنیم، بعدا میم به conditional formatting new rules انتخاب میکنیم، باز هم format only cells that انتخاب میکنیم، گزینه no blanks انتخاب میکنیم، بعدا به بخش فرمت میریم و از بخش فل گزینه فل افکت انتخاب میکنیم و رنگ ها را مشخص میسازیم. برنگ سیاه و برنگ سبز روشن برای ما نمایش بده و در این قسمت رنگ سبز بالا انتخاب میکنیم و رنگ سیاه را پایینتر و اوکی میگیم. بعد میریم از بخش فونت بولد میگیریم متن خدا و رنگ متنم برنگ سفید نمایش بده اوکی میگیم و باز هم بالای اوکی کلیک میکنیم. دیده میشه برای ما اشخاصی را که در این قسمت لیست کرده برنگ سبز نمایش میده و به می ترتیب میتونیم که ما و شما این ساحه را انتخاب بکنیم، وارد کاندیشنال فورمتینگ شویم و از بخش نیو رولز گزینه فارمت اونلی سلز انتخاب میکنیم و از چوکات فارمت اونلی سلز ویت میتونیم که گزینه نو بلانکس انتخاب بکنیم. بعد فارمت وارد میشیم، فیل وارد میشیم، فیل افکت انتخاب میکنیم، رنگ ها را مشخص میسازیم، برنگ سیاه و برنگ سرخ نمایش بده بر ما. بعد در این قسمت طرح انتخاب میکنیم که سمت پایین برنگ سیاه و سمت بالا برنگ سرخ نمایش داده شده. اوکی میگیم. از بخش فونت بولد انتخاب میکنیم، بخش کالر وایت یا سفید انتخاب میکنیم، اوکی میگیم. اوکی باز هم کلیک میکنیم. در این قسمت برای ما متن یا معلوماتی که قرار بگیره برنگ سرخ نمایش میده. زمانی که ما و شما در این قسمت 41 وارد میکنیم لیست ناکام ها را که نشان میده برنگ سرخ نمایش میده. 70 میگیریم تعداد بیشتری را نمایش میده. تعداد اردو بخشه در این قسمت برای ما نمایش میده. این بود موضوعات درس امروز ما و شما. تا درس بعد، دیدار بعد، شما را به الله یکتا و بی‌نیاز میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.